سلام به همگی. امروز میخوایم درباره ایلومیناتی یعنی همون گروه های پنهان در سایه ها صحبت کنیم. این انجمن در سال 1776 تشکیل شده. همه میدونن که چشم جهانبین نماد این انجمن خطرناکه. میخوای بدونی چرا گفتم خطرناک؟ این انجمن حتی به کودکانم رحم نداره. مثلا تو کارتون باب اسفنجی یا حتی کارتون اسکوبی و دوستانش هم این نماد به صورت پنهان وجود داره. جای عجیبش اینجاست چرا تو کارتون پینوکیو این نماد وجود داره و حتی تو کارتون بنتن هم این نماد هست و اینکه کلا ممکنه که کل این کارتون ها شیطانی باشن. و اگه دوست داری این رازهای این گروه رو فاش کنیم حتما این ویدیو رو لایک کنید و بازدید این ویدیو رو به بالای 6 تا برسونید. خدا نگهدار.